ببین عمرن منو ببری. ببین اگر یه پلیر بین من تو باشه تو گیم اونم منم. کر نکن. تو مار کرکری من باید کرکر کنم. اثبات میکنم. یلا بریم. برو بریم. خوش اومدید به یه ویدیو جدید دیگه. امروز قراره فیفا بازی کنیم ببینیم بین من و محمد کی پلیرتره. عمرن منو ببر. از اونجایی که میدونیم هیچ رقابتی بدون مجازات نیست، پس امروز قرار بازندمون که آقا محمد مجازات بشه، برندمون هم قرار مجازات انتخاب کنه. برو که یه بازی خوب رو داشته باشه. خب رفقا اومدیم اکسین، یکی از مجهزترین جیمنت های اهواز در سعدیه. محمد آماده ای داداش؟ برو بریم. من رئال گذاشتم تو باز. برو. از اون وری که منم رو عالیم، ولی گفتیم که دیگه دوتا تیمای مختلف باشه لذت بیشتری بینده. باید دلت رالی باشه. آه. دلت رالی باشه کامبک زدی. البته تا اول آخر میبازی. الان میبینیم ادعا نمیشه. ادعا نمیشه. دل شروع شد. برو کرد. چرا اینجوریه؟ چی لگ داره؟ با اینا میره. با این جهتا میره. حتی تنظیماتش درست نکرده. این همه ادعا. بری بابا این با جهتا هستی بلند نیست. شوت مربع بود. من با جهتا حرکت میکنه. با شوت حرکت نمیکنه. ببینیم ادعا چی میکنه. حالا کیه داره میره؟ باش مربع باش دایره زدم من. نه بازی جذاب شد. الان بگم دنیا دست. من از دفاع فقط با دفاع نمیکنم. فقط با دفاع اینقدر ضعیف است. این بچه ببین اگه ببرمت چقدر بمیرم؟ مجازات مگه چی رو بهت بدم؟ چی قراره زود برام زود برات با آفساید میخوای بری جلو. زود برات بچه باید جدی شد. دیگه باید جدی بازی کرد. آوانس تموم شد دیگه. یعنی همه وقت آوانس بودی؟ دیگه آوانس آوانس بود؟ وای کجاست؟ آوانس بود؟ نه این ادعا نکن بابا، ادعا نکن. حالا شوت سنگینی زد. لا سری بنده نمیخواد تکنیکی بازی کنه. ریده این وینیسیوس ریده خلاص. من هرچی دور کنم میرسه دست تو. آخرین باری که منو بردی کی بوده؟ یادت میاد؟ آخرین باری که منو بردی الان بازی الان داده. نه تو تا یادت نمیاد کی منو بردی؟ 4 بار اومدیم هر 4 بار باختی. این دیگه گله. مطمئن نمیدی گله. چیزه بیوپاسه. شوتار چجوری میزنه؟ شوتا حرفه‌ای بلده. یه گل بزنیم جذاب شه بازی است. جدی نگیر بابا، شد بگیر نهایتا میبازیم. غیر این مجازات داره. مجازات چی قراره؟ یا آب سر توی هوای سر نهایتا رود بریزیم. غیر این نیمه اول هم شد؟ برا من افته. نیمه اول 0-0. لا بتونی دوجر آخر پاییز نیست ماره. 3 تا اگه بهت نزدن 3 تا کمتر 3 تا نمیزنه. این اولیش. موفق باش. گل خوردیم. شوت نمی‌کنم روز دیگه باید روز من نیست. کورتوا باید کار در بیاره. زود برات دروازه خالی نمیتونی گل بزنی. تو برسه دروازه‌بان تو دروازه باش. تو رو پاره میکنم. قرار تور تو پاک کردی تو. خب بچه نگاه گل نگاه مرد بابا بیشتی پنالتی باید پنالتی باشه.
خطا شد. نهایتا تو خطا بزنی بازی ببری. حالا بیا پنالتی گل کن. من پنالتی زدم. بسم الله. خود بینی چه شد؟ همیشه میگم پنالتی بزنید، همیشه پنالتی بگیرید، همیشه پنالتی بدید. زوده برای زوده برمونه. اومدیم لیگ برتر ایرانه فیفا چی؟ یه گل بزنیم. ایران هم اینجور بازی نمیکنه که ما الان داریم بازی میکنیم. بیا وضعیت خراب. بشور تو. خطا نداری. هر کی خطا زد یه مجازات باید. دیگه میکنه. حتی جز از بازی رفیق. ببین داداش برای ما دانه کن. چی بوده باید ما رو ببری؟ گل ببینیم. گل ببین. الله الله. الان شروع میشه بازی، جدی الان شروع میشه. حالا اگه گذاشتن گلو بیرون پا باید بازی میکنن. گل چرا نذاشتن؟ بیار توش این از دفاع رال جو ماهی میزنه. دیدن تو بازی. زوده برام. بشی گفتم بازی جدی الان شروع میشه. لبساویش. گفتم بازی نه من جدی. گذاشتم بذار گل بزنی یکم حالشو ببری. الان دیگه حالشو تو بگیر. تو بگیر قراره 2 تا دیگه گل بخوری. ما بازی اساس شده. بنازم واکنش. به نظرت کی بازی میبره؟ به نظرت کی مشخصه. کی من مشخصه گفتم. مشخص هست من میبرم. این گله. بنداز. ببین رئال معروف به دقایق آخرش. لیگ قهرمانان اروپا میره چیز. الان میره وقت اضافه. داداش 90 دقیقه مشخص نشه. یعنی من باورم نمیشد رفتم با تو وقتای اضافه. من به تاوان دادم رویت خراب نشه. گفتم بذار گل بزنی بازی گردم میذارمت بازی کنیم. مجازات چی در نظرته؟ هر چی دلت میخواد فقط ببر تا الان ببر. ببرم یا به سر میزم رو توی هوای سر یخ بزنم. نمیدونم هر وقت میومدیم 3-4 تا میزدم. الان من نمیدونم چم شد اصلا. اولین بار رفت 120 دقیقه. همیشه میگم من میبرم. یک میزنه چرا سالت کن. دیگه با من کلکل نخور. هرچی پسر خوب با من دیگه کلکل نخور. بشی سر جا دیگه صدا در نیاد. ببین اگر یه پلیر بین من تو باشه تو گیم اونم منم. باشه سب کن بازی الان تازه شروع من میشه. ببین دستم به تاواز میداده. بزن. الان میخوای جدی بازی کنه. الان بیا جدی بازی کن. دیگه الان جدیه. تموم شد. نیمه اول وقتهای اضافه تموم. یا این سومی ها بزنم و تموم کنن دیگه بازی. بگیر خودت طرفی. باید بزن تو بهتره. خطا بزن. ببین سومی نگاه گل ببین. گل ببین. برو آخرین فرصتمونه رفیق. ای زد. دیدی باختی. حالا ببین یه مجازات دارن برای قرار پارش.
برو بگو. آخه این همه ادعا تو رو به کجا رسون؟ بابا این تو همه ادعا کردی. وقت من سیاهه، از اون ورم سرما، اینجوری بودم من سر مبله اینجوری. ببین وقت تو سیاه کردم من. این همه سفیده. زوده برات ادعا. سفیدی. آخرت وقتی شانس بود همراه. گفتم دلت باید چی باشه راضی باش. حالا بگذاری حرفا رو ولش کن. چه؟ مجازات داری مون هست با، تو ولمون. مجازات چی بیاد اینجا. ولمون کن. جی. خب بچه چی آبه قراره چی کارش کنی؟ هیچ. یه لحظه بدش. زمان بخورم. بابا گاز داره احمق. گاز بابا آب گازدار میخوام آب گازدار خریدیمش قبل 10 دقیقه خریدیمش، حاضر نشدن یه لقمه یه قلوب ازش بخورن. الان خورد. این آب نیست دواست. نوشابه گازداری قانه داره نوشابه میریزیم سره. بابا تو این سما کلش بریزم یا نصفش سری بیارم کن. کلش یا نصفش خواهی رو همه جان بریزی یا فقط رو سر؟ دیگه همه داد آقا وقتی باید قبول کنی آخرین ویدیو نیست. بریم و اینا دیگه باید بری دیگه نداری. من که بهت نگفتم میرم، ولی آقا محمد این اولین و آخرین ویدیومون نیست ها. تا نداره باید یه رحم بینمون باشه که. رحم بین ما این نیست. رحم بین ما نیست. میخوای بریزی برسم خونه لباسم تو تنم دیگه من ربطی نداره. خاصی دانه فقط رو سر. دیگه خاصی دانه سر خیز کن. دیگه الان نمیدونه. سر خیز کن. الان این آب نیست. آب گاز داره دیگه. آب نیست. فقط رو سر. یلا رو سر. فقط رو سر. یلا باشه رو سر. میخوای کن همه رو نریز جون ما. باشه سرده برید آماده برید بازم میکروفون نسوز بیا هنون نرسید هنون نریختن برید. یلا بس خب بچه ها اینم بود از ویدیومون. حتما لایک کامنت یادتون نره تا ویدیوهای بعدی ملک داشته باشید.